ماینکرافت، اما من یه گوسفندم. به 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 این گوسفند. و بچه ها ببینید ما داخل چه سیدی اصلا اسپان شدیم. مثلا هیچ سیدی ندادم واقعا، خودش همچین جایی بود. بچه نگاه کنید اون بالا بایوم چریه. اینجا هم یه کوه یخیه. اینجا فکر کنم یه کیو، اونجا هم بچه یه ویلیجه. و راستی هدف ما چیه؟ هدفمون یه دایمنده. به به عجب ویلیجی. فقط ببینم یه بلک اسمیت داره یا نداره. مثل اینکه نداشت. پس مجبوریم که بریم چوب و کلنگ و اینا رو اوکی کنیم که بریم از داخل کیو به دستش بیاریم. آیرون گالم بیا اینجا که به آهنات احتیاج دارم واسه کلنگ آیرونی. 1 2 3 بجورم. 26. آخه بالاخره آقا این آیروناشو داد به ما. آقا میگم این که 5 تا آیرون به ما داد طبیعیه یا خیلی به شانس بستگی داره؟ حتما داخل کامنت رو بگید. یه پیککس آیرونی و بزن بریم تو داخل دل قارد. خیلی خوبه، بپرم روی این آبه و ایزی. خیلی خوب، برو بالا دیگه. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. ببین یه دمیج. وا آقا از بدشانسی دستم خورد به اندرمن و خب اونم اومد پدر ما رو در آورد. ولی خب اگه شما از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب رو بزنید که خیلی حمایت بزرگی به من کردید. و داخل کامنت ها بگید ما به بعدی چی باشه. فعلا خدا نگهدار.